بینندگان عزیز سلام علیکم. این برنامه نوبتی خونی تاجیکستان است و امروز اپای عزیزی ما اپای ملیکه آماده میکنند یک خوراک بسیار هم بولذت و اساسی محصولات اساسی این خوراک عبارت است از کرم و چگونه است این ایجاد خود اپای ملیکه هستند چگونه آماده می شود شما خواهید دید و برای این خوراک کدام محصولات لازم است؟ السلام علیکم. بار دیگر خب کدام خوراک کدام محصولات استفاده میبریم در این خوراک؟ پیاز، خب گوشت، زیره، مرچ، خوکه هایی که بولذت میکنند، بله، روغن و اساسش کرم و همین برگ کرم. چیکار کرده؟ چگونه است این پیش از آنی که باید آماده کنیم باید اینو آبی برگ کرم رو آب نمک پرتافته یک بار ملایم کرده میگیریم، یعنی که یک بار در آبی گرم آبی جوشیدگی انداخته میگیریم برای ملایم شدن. خب یعنی که من در کردم همین پیاز و خب گوشت رو مایده ریزه میکنیم و آمیخته میکنیم، همراه میکنیم همین خوکه های خوشبوی کننده رو از اون مرچ، زیره و دیگر خوکه ها و پره همون آمیخته اون رو واردی کرم میکنیم به طور مخصوص و چگونه محکم میکنیم اون رو؟ بریشته. خیلی خوب. من فکر میکنم بینندگان عزیز که بسیار خوراک بولذت خواهد آمد و شروع میکنیم اپای ملیکه نکترش با آماده کردن این خوراک بسیار بولذت شروع خواهد کرد. از چی شروع میکنید این حال؟ ریزه کردن پیاز. ریزه کردن مرحمت من خلال نمیرسونم به شما بینندگان عزیز. بار دیگر میگویم که خب واقعا هم چون گفتیم که سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شد، از همین لحاظ بیشتر کاربانوها باید که خوراک‌های ملی تاجیکی رو بیشتر خب آماده کنند به جهانیان ما نشان دهیم و هدف اساسی برنامه ما زمین است که باید که ما خوراک‌های ملی تاجیکی رو از نو احیا کنیم به جهانیان خب آشنا سازیم و من فکر میکنم که بیشتر همین خوراک‌های تاجیکی ملی در دهات بسیارتر خب زنده میمونند. همین طور است زیرا ما در دیگر مناطق رفتیم در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان خوراک‌های رو آماده میکنند کدبانی‌های تاجیکی تاریخی مثلا زیاده از 5 عصر دارند. از همین لحاظ امروز این خوراکی که آماده میکنند ببینید که اونقدر محصولات زیاد استفاده نمیشود. همون محصولات‌هایی هست که تاجیکستان عزیز ما از این محصولات‌ها باید و بسیار بولذت نیز هست همون سبزوات میوه‌جاتی که در تاجیکستان میروید زیرا به یگان علاوه موادهای کیمیاوی خب میرویند. الکی شروع کردن به مایده کردن پیاز که در یک مدت کوتاه بسیار ماهرانه خب چیکار میکنند مایده میکنند. اکنون بینندگان عزیز پیاز رو الکی ریزه کردن و دویمش رو نمیکنیم بس کفایه است. کفایه است نه؟ یعنی برای این خوراکی که گفتیم یک پیاز کفایه است. خیلی خوب خیلی خوب. و چیکار میکنیم اکنون؟ بعداً گوشت رو با پیاز آمیخته میکنیم. خیلی خوب دوستان عزیز بعد از چند لحظه برمیگردیم و اپای عزیزی ما اپای ملیکه آمیخته میکند گوشت رو با پیاز و با خوکه‌های خوشبو کننده. ما رو همراه باشید. این برنامه خونی تاجیکستان است. اکنون وقتی رسیده است که پره پیاز و گوشت رو آمیخته کند اپای ملیکه مرحمت شروع میکنید و در برابر اون من خب با شما با چنین سوال مراجعت کردنیم که خب گفتید که خوراکای پختن خوراکای تاجیکی رو از مادرتون آموختید. خب باز دیگر مهارت ملیکه دیگر کسبیت رو چی مثلا به مانند از اودای من میدونم که دخت و دوز نیز میبروید همینطور است؟ دوزاندگی میکنم. خیلی خوب. از کی آموختی؟ از خوردیم خودم تلنت خودم. یعنی مادر نیز کمک کرد؟ کمک کردن ها خودم ذوق داشتم. یعنی که شخص وقتی که ذوق و شوق و رغبت داشته باشد حتما که موفق میگردد. همینطور است؟ البته من همین در تمام که کرتای خودم من خودم دختر میپوشم نبیره چاهم در دخترم در خودم میدوزم. خیلی عالی خیلی عالی. فرزندی کلانیم در یاد دادم من. خیلی خوب. یعنی دختری با فرزندان با کلی نیست شما خب همین کسب رو میآموزونید. همینطور است؟ خیلی عالی. من فکر میکنم دوستان عزیز که اون نفری که اون جوان دختری که خب از عهده کارهای ابتدایی بگیم خطا نمیکنه زیرا زن تاجیک باید این چیزها رو خب در همون چی میگم بعد از 12-14 سالگی الکی پره
تواند پختن خوراک‌های بسیار با لذت تاجیکی، بعداً خب دوختن و همچنین از اودای خب روبوچین براید و گذرانده باشد. بله پرده های منه. خیلی خوب، خیلی خوب. یعنی اون افرانی که کمک با اونا پیش میارن که من وقت ندارم برای این کار کردن، زیرا من این کار رو میکنم، گواه یا خود انمون چی میگویند مثال خوب این اپای ملکه هستند که بینید که هم خوراک‌های ملی رو بسیار خوب آماده میکنند، از اودهش میبرند، از اودای پخت و پز و همچنین از اودای دوختن، یعنی دوزنده خیلی خوب ماهر هستند و نه تنها کورته ها بلکه پرده ها نیز میدوزند. از جمله در کارهای صحرا نیز بسیار فعال هستند و بشبهه در تربیه فرزند نیز خیلی خوب فعال هستند، زیرا چون در بالا ما صحبت کردیم اپای ملکه صاحب 4 فرزند هستند و هر 4 فرزندها صاحب معلومات عالی می باشند. تشکر زیاد، خیلی خوب. یعنی من فکر میکنم که مشکل است، لیکن حتما که باید هم دختر هم پسر باید که چی باشد، صاحب معلومات باشد. همین طور است. البته یک فرزند خردی هم در فدراسیون روسیه تحصیل میکند. سیوم کورسی سیم. خیلی خوب. دیگر فرزندتون سوهای خوب فکر میکنم که مالیه، بله، دانشگاه ملی. دیگرش در دانشگاه آموزگاری صدربینایی. بله. خیلی عالی. یعنی همشون خب دانشگاه ها رو ختم کردن، یعنی معلومات عالی دارند و این هم خیلی خوب است برای صاحب معلومات کردن نه تنها پسرها بلکه صاحب معلومات کردن دختران. خیلی خوب. و امروز نیز بینید که یک خوراک بسیار بلازد آماده میکنه. شاید بعضی ها آماده کنند این خوراک رو، ولی اپای ملکه این خوراک رو به طور خودش آماده میکنند و این خوراک تا حال یگان نام مخصوص ندارد. ما فکر میکنم که بعد از چشیدن با این خوراک یک نام میگذاریم و نام مناسب باشد. از همین لحاظ چیکار کردن تا این دم اپای ملکه؟ تا این دم پیاز رو خب پر میده کردن، بعدا گوشت میده کرده، آمیخته کردن با خاکه‌های خوشبوی کننده، از جمله مرچ در اینجا، خب قرنفل است و زیره، همچنین کمک نمک موافق طبع و ذوق آمیخته کردن، علاوه کردن. بعداً همین کرمی که شما میبینید، برگ‌های کرم رو پیش از اونی که آماده شود ملایم شود برای تاب دادن و پیچوندن، چیکار کردن؟ با آب گرم و نمک کمک چیکار میکنیم؟ جوشوندیم. میجوشونیم. یک پرتوفته میگیریم در آب جوش. این فایده‌ناک است. خب کرم همه به فایده دارد. بله. واقعا هم دوستان عزیز کرم بسیار فایده آور است و محصولاتی که در اینجا شما میبینید همش خب پره در همه خاندان تاجیک هست. کرم، خب پیاز، خاکه‌های خوشبو کننده و روغن، بسیار محصولات لازم نیست در اینجا و من فکر میکنم که بسیار خوراک بلذت خواهد آمد. چگونه آماده می شود؟ خب این خوراک در مین بعد شما خواهید دید. من الکه اپای عزیز رو خب چیکار میکنم؟ احسن میگویم، زیرا این نفر مادر عزیز بسیار فعال هستند، بسیار خوب در زندگی، چون خودشون گفتن که شخص اگر پیش از همه جوان دختر وقتی که خب صاحب کسب‌های زیاد باشد، مهارت و ملکه داشته باشد، احترام خوب داشته باشد، با ادب باشد، چی می شود؟ در زندگی مستقلانه نیز چیکار میکند؟ عذاب نمیکشد. عذاب نمیکشد، زندگی رو نظم میبرد. خیلی عالی، خیلی عالی. خب گپ نمیشنود از خوشتومن. بله، پرابلم اساسی مردمی ما خب انمون مساعده و مناسبت خوب داشتنی خوشتومن با کلین. این پرابلم اساسی است. من کلین گرفتم. کلین من دانشکده طبی رو چهارم بخش در کورس چهارم میخونند. خیلی عالی. باور کنید بسیار ملایم است. نمیشکند. دست من شسته است و با اجازت اپای ملکه بینید که نمیشکند. بسیار یک ملایم شدند برای چگونه کتاب دیم خیلی تاب میخونند. خیلی خوب، خیلی عالی. و من فکر میکنم که خوراک ما بسیار بلذت میآید و دوامش رو کمک به شما میگویم بیننده عزیز که دوام این بعد از اونی که میپیچونن پره خب وارد دیگ میکنیم، کمک بریون میشود. همین طور است. شورباچه‌اش بریون میشود، شورباچه میکنیم، بعد در شورباچه اینا میجوشونیم. خیلی عالی. رنگ همه گالوپسی بلغاری. خیلی خوب.
شما دیدید که چگونه خب پیچوندند وارد کردم از پیاز با گوشتی خب کیما شده، فقط گوشت رو با کرد میده کردند در پای ملیکا، زیرا اونها خب میگویند که حتما که وقتی که از انمون تجهیزات گوشت قیمه کنی میبراری گوشت کمک مزهش رو گم میکنه، از همین لحاظ با کرد پر را میده کردند، الکی با آخر رسانیدند، پیچوندند رو و بعد از چند لحظه خواهید دید که باز چگونه ادامه میده. بعد این برنامه ما یعنی بعد این ما وارد میکنیم در وارد دیگ میسازیم با روغن، یعنی با روغن اول نه با روغن گوشت و پیاز و کارتوشکاش رو بعدا اینو وارد میکنیم. بعد این آبش بنیم. خیلی خوب خیلی خوب. دوستان عزیز ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه خب برنامه ما قسمت دومش شروع میگردد، ادامه مییابد انقدرش در نزدیک دیگ. ما رو همراه باشید. اکنون من این وای کرمونا بسته شدیم، اکنون دیگ رو شروع میکنیم. روغن رو میاندازیم. هر کس با طبی دل خودش روغن میاندازه. کم روغن خورن کم روغن کنن. سه روغن باشه سه روغن کنن. روغن رو انداختم پس یا دو بوله گوشت میاندازیم که تمام رو با مزه‌تر و با لذت‌تر کنه. بسیار لحم نیو استخوان هم اندازه می شود. پس سبزی رو میاندازیم. خب سبزیمون کمتر بود، یک تشه ریزه. این طعام بگونی شام با تیار کنیم خوریم با فایده نکتر است. این برای خوراک شام است. شام است سویقیده این. انا بعد پیاز رو می اندازیم. خب پیاز رو بریون کردم پس این رو خوش رو بریون میکنیم. بعد از اون من این کارتوشکا رو با چارکنجه کرده رنگ سبزی ریزه میکنیم. اکنون پمیدور با طبی دلی هر کس من یا کلان ریزه کردن در کار یا میده. من بسیارتر کلان ریزه میکنم. چهار بلک کرده انداختن ممکن پمیدور رو. باید چقدر بریون شود؟ شروع بریون شود. شروع بریون شدن پس گوشت و پیاز و پمیدورمون بعد آبش رو میاندازیم. اکنون نخود رو میاندازیم. و نخود طعم خوراکمون رو دیگه خیلی میکنه با مزه‌تر. اکو با طبی وای دلی امی چی نمک میاندازیم. کسی چه خیلی بی نمک یا با نمک.
خاکه‌های خوشبو کننده رو کمترک موافق تب و زرد ایلوه میکنیم. ایلوه میکنیم. بسیارتر همین مرچ کوفتگی رو اندازین با مزه‌تر میکنیم. آبی خوراک من جوشیدم پس این کرمی بستمان رو میاندازیم. خیلی عالی. تقریبا باید چقدر جوشد؟ 5 دقیقه جوشیدم پس با کرمی بستمان رو میاندازیم. بعد علاوه پسته این جوشیده میپزیم. خیلی عالی. آبی شورباچه‌مان 5 دقیقه 6 دقیقه جوشید. اکنون کرم بستمان رو میاندازیم. بعد انداختن علاوه پسته میجوشونیم. یعنی چند دقیقه باید جوشد؟ یا 25 دقیقه جوشد. بیننده‌های عزیز شبکه سفینه خوسا دوستداران و هواداران برنامه خونی تاجیکستان بالاخره آماده شد اون خوراکی که گفتیم نام ندارد و فقط تنها چشیدنش بعد از چشیدنش ما نامگذاری خواهیم کرد. الکی آماده شده است این منوی اون را دارد که باید چیکار کند با کوسه گیرد بردارد اپای ملیکه و چشین در سر دسترخوان همینطور است. مرحمت اپای عزیز مرحمت اپای عزیز و من فکر میکنم دوستان عزیز همه شما بی‌صبرانه انتظار هستید که چگونه است این خوراک چگونه لذت دارد چگونه مزه دارد. من با شما با یک باوری کول گفتنی هستم که واقعا هم همین حولی رو یک بوی بسیار هم لذیذ فرا گرفته است و اشتیاور است. از همین لحاظ من فکر میکنم که شما باید که چیکار کنید شما باید انتظار شوید که من خب با امروی اپای عزیزم میچشم و میگویم که چگونه لذت چگونه مزه دارد. اکنون خب چی میگوین مراسمی با انمون کوسه گرفتن این خوراک و میده کردن گوشت ادامه دارد. یک نمای خیلی خوب نیز دارد این خوراک و اپای عزیزم دیگر سخن نمیراند زیرا باید که متمرکز شد هنگامی با کوسه برداشتن این خوراک. همینطور است اپای ملیکه خیلی خوب. بینید که چگونه است نمایش بسیار یک چی میگویند رنگی با خود خاص رو کسب کرده است. کرمی که گفتیم خب در درونش انمون گوشت قیمه شده با پیاز هست با خاکه های خوشبوی کننده بعداً میپیچون. اکنون اپای ملیکه پره برداشتند در کوسه ها و میرویم با امروی اپای خود میچشیم و حتما راستش رو میگوییم چگونه لذت داره. همینطور است اپای عزیز. بعد از چند لحظه ما رو انتظار باشید دوستان عزیز. بسیار یک خوراکی که چون گفتند که خوراک شام است واقعا هم شامگاهان در حلقه اویله این خوراک را اگر استعمال کنیم واقعا هم شخص حلاوت میبرد. خوراک سبک خوراک با لذت خوراکی که بینید که نخود ایلوه کردن. من واقعا هم نخود را بسیار دوست می‌دارم و طبع دل به درجه عالی. من به شما یک تاجیکستان سپاس میگویم. من به شما یک تاجیکستان سپاس میگویم و گفتنی هستم که هیچگاه انمین دستتون درد را نبیند و شما را دیده مادران تاجیک کدبانوهای تاجیک زنان تاجیک پیش از همه جوان دختران تاجیک
انا الهام گیرند از شما آموزند چنین خوراک‌های خیلی لذیذ را آماده کردنش را. باز با نان اردی آسیابی کلچه های بسیار لذیذ که در تنور پخته شدن. دوستان عزیز شما باور نمیکنید که چگونه لذت دارد، چگونه مزه دارد این خوراک. اکنون گفتیم که نام ندارد. چی نام میگذاریم؟ نامش رو چی بگیم؟ شاید از اون لیوزی که بسیار بامزه است، بسیار طبع دیل است، نامش رو میمونیم لذیذ شوربا می شود. لذیذ شوربا با کرم و گوشت. دوستان عزیز آماده کردن امروز اپای عزیزی ما لذیذ شوربا و من باوری کامل دارم که هر یک شما نیز خوراکای نو رو ایجاد میکنید مثل که اپای ملکه بانو کردند و نامگذاری میکنید و در روی خطی خوراکای ملی تاجیکی خب علاوه میشوند. این خیلی خوب است. من برای شما اصراری سپاس میکنم. تشکر که شما خوراک بسیار لذیذ رو در برنامه ما آماده کردید و پیشنهاد کردید و بسیار باللذت است. به موابد به تعریف در حقیقت لذت خیلی بالا و بالا دارد. من تشکر میگویم برای شما که در برابر اونه که شما خوراک لذیذ میپزید، کدبانوی خوب هستید، همچنین یک دوزنده خیلی خوب هستید. شما در برابر این یک نفری هستید که خب در صحرا کار میکنید برای جمع آوری انمون حاصل خودتون، یعنی بانوی همه طرفه اگر گویم شما هستید. تشکر مادر عزیز، سلامت باشید. بیننده عزیز اینجا باشد برنامه نوبتی خانی تاجیکستان با آخر میرسد. دائما برای رشد هنرهای مردمی خاصتا خوراک‌های ملی کدبانوی عزیز سهم خود را گذارید، همیشه سربلند بمانید و من فکر میکنم که وقتی که کدبانو زن تاجیک خوراک لذیذ را که پخت همه وقت فرزندان، شوهر و اهل عائله از اون راضی خواهد بود. تا دیدار دوستان، سلامت باشید. تشکر زیاد.